مورفئوس خدای رویاها یک سفر تخیلی اما واقعی و نمایش میده برای فعال کردن قوه هیجان و تفکر در هتلی افسونگر با سبک معماری تکرار نشدنی جهت اقامتی سوال برانگیز. عاشقان املاک سلام، ساکی هستم، در خدمتتونم با معرفی اثری جادویی از معمار فقید تاریخ بشریت زاها حدید، مهندسی ساختار شکن که در کلاس جهانی طراحی میکرد و رد پایش در همه جای سیاره زمین هویداست و با تمام شجاعت تخیلات و با نگرشی آوانگارد آمیخته کرد تا شاهکاری بیمانند در شبه جزیره ماکائو متولد بشه برای استثناء شدن. اقامت در هتل مورفئوس تداعیگر سفر به سیاره ایست خیالی و میزبانی است پارامتریک و نوآورانه که مهمانهای ثروتمند و به دهه‌ها جلوتر از تکنولوژی سوق میده و بسیار فراتر از تصورات و تخیلات گردشگران طراحی و اجرا شده برای خلق شادترین و ایدئالترین خاطره ها. این اثر برجسته که محصول هنر بی‌نظیری است از معماری زمینی که ملکه منحنی ها لقب داده شده، از نظر حجم، سبک معماری، رابطه بین فضاهای داخلی با حجم بیرونی، ایستایی بودن هتل، مقاومت بنا و از همه مهمتر زیباشناسی، توافقی ستودنی بین یک دنیا شور و هیجان و آرامشی با شکوه که نماینده ذهنی فرازمینیه و برایند ذوقی سرشار از شجاعته. این شاهکار بی تکرار با نورپردازی منحصر به فردی که داره یکی از فوتوژنیک ترین سازه ها در دنیای معماری با مساحتی در حدود 150,000 متر مربع که در 40 طبقه با 160 متر ارتفاع در سال 2012 میلادی طراحی و در سال 2018 به بهره برداری کامل رسید تا نقشی پررنگ در شبه جزیره ماکائو که محبوب ترین مقصد گردشگری آسیاست ایفا بشه برای جذب سالانه 27 میلیارد دلار ثروت و سرمایه از سوی مهمان‌های ماجراجو و ثروتمند. و چه تمایز پروژه 1 میلیارد دلاری مورفئوس نسبت به تمام هتل‌های ساخته شده در دنیای معماری لابی حیرت انگیزشه. گروه معماری زاها حدید با استفاده از فرم‌های سیال، مقرنس‌های سنتی اما با متریال‌های مدرن فضای تماشایی و پویا خلق کردن که هدفی بشه برای اجرای 12 آسانسور پرسرعت در دو طرف ورود داخلی جهت ارتباطی تماشایی بین فضاهای شگفت انگیز درون هتل. قهرمان خلاق این هتل عجیب و به صورت یک پارچه و شیشه‌ای در یک پوسته مشبک فولادی با روکشی آلومینیومی ابتدا تجسم کرد. سپس طراحی با پلانی آزاد انجام داد و عنوان اولین سازی اسکلت بیرونی دنیا با نمای دراماتیک، ظاهری مجسمه‌ای و هویتی متمایز و یدک کشید. هتل نو آینده نگر، جایی که نوآوری و خیال در آن با هم روبرو می‌شوند برای انرژی دادن، الهام بخشیدن و متحول کردن. ترکیبی ستودنی از 770 اتاق لوکس با ویلاهای آسمانی نوآورانه، اتاقهای فوق مدرنی با تلفیقی از زیبایی و دکوراسیونی بی‌نظیر و زاویه دار و همچنین دارای امکانات و خدمات رفاهی و دیجیتالی در عالی‌ترین سطح، امکانات تناسب اندام با تکنولوژی بالا، ویدهای تماشایی برای برقراری قرارها، سالن‌های متنوع اسپا، فروشگاه‌های برند با کالاهای استثنایی، یک گالری هنری خیره کننده و از همه مهمتر رستوران‌های متنوعی که روی پل‌های آسمانی واقع شدند که هدف جذب فرکانس‌های عالی برای خلق تجربه‌ای از تعالی نهایی با مدیریت یک چهره بین‌المللی آلن دوکاس در صنعت رستورانداری. هنرمندانه ترین مجسمه جهان تجربه مهمان نوازی در سطح بالا را از نو تعریف می کند. با طراحی خوش ترکیبی
از استخری که برآیند پیشرفت تکنولوژی و دارای جزئیات ساختاری، مکانیکی و معماریه. در مرکز ویلاهای آسمانی با شنا کردن در زیر ستاره‌ها 130 متر بالاتر از سطح زمین مانند بودن در جهانی دیگر است و همچنین لذت بردن از منوی شیک نوشیدنی‌ها و غذاهای متنوعی که در سالن‌های کنار استخر سرو میشه خاطره آفریده میشه، خاطره انگیز. نقطه کانونین شاهکار معمارانه 3 فضای خالی نفسگیره که از مرکز هتل عبور میکنند تا مفهومی زیبا از پنجره‌های مدرن شهری شکل بگیره و پیوندی دلنشین بین فضاهای عمومی هتل با محیط شهری ایجاد بشه که شبیه‌ترین منطقه به ذهن ثروتمندان خودساخته است. ثروتمندان خودساخته رویا پردازان عملگرایند که الگوهای یک تمدن هستند و خواهند بود.